اولین مبحثی که ما باید توی کار رنگ و کراتین یاد بگیریم شناخت آناتومی پوست و مو و عوامل ریزش مو هستش و بدونیم که مو توی چه سطحی از حالت اسیدی یا قلیایی بودن قرار داره. سلام دوستان، خیلی خوش اومدین به چنل سوگن آرتیست. اینجا قراره که بهتون 0 تا 100 رنگ و لایت رو آموزش بدم، پس اگر از اینجور چیزا خوشتون میاد حتما منو ساب کنید و زنگوله پایینم فعالش کنید که هر پنجشنبه یه ویدیوی جدید براتون میذارم. همونطور که میدونید مو یکی از ضمایم پوست هستش، پس در درجه اول ما باید آناتومی پوست رو به خوبی یاد بگیریم. همونطور که میدونید 7% وزن بدن رو پوست تشکیل داده و از اندامهای داخلی بدن در برابر عوامل شیمیایی و ضربه های فیزیکی جلوگیری میکنه. دیگه حیات خوبه. همونطور که میبینید پوست انسان از 3 بخش تشکیل شده. بخش سطحی من بخش اپیدرم، بخش میانی بخش درم و بخش زیرین من بخش هیپودرم هستش. همونطور که گفتم اپیدرم قسمت خارجی پوست رو داره تشکیل میده و وظیفه‌ش هم محافظت کردن از لایه‌های زیرین هستش. توی بخش‌های مختلف بدن این لایه ضخامتش متفاوته. مثلا توی کف دست و پاها ضخامتش به 1.5 میلیمتر میرسه و توی قسمت پشت پلکمون ضخامتش به نیم میلیمتر میرسه. بدون مویرگ‌های خونی هستش و از لایه زیری هستش که تغذیه میکنه. لایه بعدی که گفتیم لایه درم هستش، لایه میانی ما که زیر اپیدرممون قرار داره. این لایه حاوی بافت زنده، غدد چربی، فولیکول مو و همچنین رشته های عصبی هستش. وظیفه اصلی این بافت اینه که بافت های زیرین و سطحی رو به همدیگه وصل میکنه. داخل لایه درممون خب کلاژن و الاستین وجود داره که با ترکیب شدن این دوتا باعث میشه که پوست ما حالت ارتجاعی و کشسانی به خودش بگیره و اون حالت خودش رو حفظ کنه و با افزایش سن این قسمت فاصله فیبرامون کاهش پیدا میکنه و به خاطر همینه باعث میشه که پوست ما چروک بشه و افتاده بشه. پایین ترین لایه‌مون هم لایه هیپودرم هستش که کلا از چربی تشکیل شده و وظیفه‌ش هم اینه که لایه درم رو به لایه‌های زیرین وصلشون کنه. توی این لایه رگ‌های خونی، عصب‌های پیچیده و بزرگ و تنظیم کردن دمای بدن هستش و اینکه آب و چربی برای مصرف آینده بدن رو هم ذخیره میکنه. یه نکته هم برای کسایی که خیلی به پوستشون اهمیت میدن. ببینید وقتی که ما می‌خوایم مراقبت‌های زیبایی رو برای پوستمون انجام بدیم، کلاً با لایه اپیدرممون کار داریم. ولی اگر آسیبی به لایه درممون وارد بشه، باعث میشه که چی؟ جای اون زخم روی پوستمون بمونه. دیدی بعضی اوقات یه سریا میان میگن که من موهام دیر باز میکنه، من موهام زود باز میکنه یا زود رنگ میگیره، یا مثلا طرف رفته کراتین کرده بعد چند بار شستشو از بین رفته، بعضی از قسمت‌های موهاش فر شده دوباره. اینا همش به علم اون، دانش اون آرایشگر برمیگرده که آقا بتونه آناتومی اون مو رو تشخیص بده و بتونه موادش رو درست انتخاب کنه با توجه به آناتومی و ساختار اون مو. اولین موردی که باید شما بدونید توی آناتومی موی انسان از کراتین تشکیل شده و از نظر فیزیولوژی به 5 تا قسمت تقسیم شده. اولین لایه‌ای که ما می‌بینیم لایه کوتیکول من هستش. این لایه حالت فلس توری داره، مثل دقیقاً فلسای ماهی هستش که از 7 تا لایه تشکیل شده و اینکه حالت شیشه‌ای توری داره که باعث میشه نور رو انعکاس بکنه و وظیفه‌ش هم اینه که از داخل مو از مو محافظت کنه در برابر یه سری آسیب‌ها، آلودگی هوا و اینجور چیزا. و اینکه وقتی که ما میایم حالا یه موی رو دکولوره میکنیم، میخوایم اون رنگدونه ها رو از مو بکشیم بیرون، این فلس ها چی میشه؟ باز میشن، حالت قلیایی میرسونیم مو رو، این فلس ها شروع میکنه به باز شدن. 4 روز طول میکشه تا این فلس ها دوباره بسته بشه. وقتی این موی سالمه فلساش بسته است، وقتی باز میشه به حالت قلیایی داره میره چی میشه؟ فلسش باز میشه و 4 روز طول میکشه که این فلس خودش بسته بشه. ولی شما میتونید با استفاده از یک شامپوی اسیدی چیکار کنید؟ این فلسا رو زودتر ببندینش. لایه بعدی ما
کورتکس هستش. توی این لایه لوله مغذی مدولا و دونه های رنگی وجود دارن که این دونه های رنگی از موهای حالا مشکی تا بور گرفته این سه تا پیگمنت رو داخلشون دارن، آبی، قرمز و زرد. حالا کسی که موهاش خیلی مشکیه پیگمنت آبیش بیشتره، کسی که موهاش خیلی بوره پیگمنت زردیش بیشتره. پس هر چقدر پیگمنت آبیمون بیشتر باشه چیه؟ دونه های این پیگمنت آبیمون بیشتر باشه موی ما تیره تره، مشکی تر هستش. این لایه وقتی که آب مو بهش میگیم آب مو، لایه کورتکسمون رو تقریبا 70% مو رو لایه کورتکسش داره تشکیل میده که وقتی که این لایه آب مو خشک میشه مو شروع میکنه به موخوره گرفتن و شکننده میشه. پس باعث استحکام مو هستش لایه کورتکس ما و تمامی عملیات های شیمیایی ما مثل رنگ و دکولوره و کراتین کردن توی این لایه است که انجام میشه. ما با این لایه کار داریم. قسمت بعدی پیگمنت ها هستن که همونطور که میبینید این پیگمنت ها که داخل کورتکس وجود داره کلا 35 سال عمر میکنن و کم کم دیگه قدرت تولید رنگشون رو از دست میدن و شروع به سفید شدن میکنن. حالا یه سری از دانشمندان معتقدن که این دونه های رنگی که داخل کورتکسمون وجود داره از خون تشکیل شده، حالا مثل همون دقیقاً ملانین هایی که داخل پوست داره و رنگ پوست رو تشکیل میده. لایه بعدی ما لوله مدولا هستش. لوله مدولا از پیاز مو داره تغذیه میکنه و اینکه خاصیت کراتینی داره و حالت چند ضلعی داره. ضخامت این لوله توی بخش‌های مختلف بدن متفاوت هستش. مثلا موی صورت مدولا نداره ولی مثلا موی سر مدولاش ضخیم‌تر هستش. و آخرین لایه مو هم ریشه مو هستش که از حفره پیاز مو و پاپیلا تشکیل شده. مورد بعدی که وجود داره اینه که شما باید بدونید که مراحل رشد مو به چه صورت هستش. یعنی مشتری میاد میخواد کار کراتین انجام بده، کار رنگ انجام بده، شاید تو سیکل ریزش باشه و موهاش مدام در حال ریزش باشه. شما باید بدونید که وقتی میخواین الان مثلا کار کراتین یا کار رنگ رو انجام بدید این ریزش شدت پیدا میکنه و آخر چی میشه؟ گریبانگیر خودتون میشه. پس همچین کاری رو نباید بکنید. ولی قبلش باید اطلاعات کافی رو داشته باشید که آقا مراحل رشد مو به چه صورت هستش که من بدونم الان این مو توی چه دوره از ریزش خودش قرار داره. پس مراحل رشد مو رو بهتون میگم که 4 تا مرحله داره. اولین فاز رشد یا فاز آناژن هستش. توی این قسمت 2 تا 6 سال این فاز طول میکشه. یعنی مو تو حالت رشد قرار داره. حدود 85 الی 95% موها توی این فاز قرار دارن. مثلا کسایی که میبینید خیلی موهاشون بلنده میگیم وای خوش به حالت، چقدر موهات بلنده. موهای من اینقدر مثلا بلند نمیشه. چرا؟ چون این طرف فاز تکاملش، فاز آناژنش طولانی تره. گفتیم چی؟ 2 الی 6 ساله. حالا یکی میبینی 2 ساله فاز آناژنش، یکی میبینی 6 ساله فاز آناژنش. فاز دوم فاز تکامل یا کاتاژن هستش. حدود 1 الی 2 هفته این فاز طول میکشه و 3% موها توی این فاز قرار دارن. دیگه رشد موی ما متوقف میشه و جا برای رشد موی بعدیمون داره باز میشه. سومین فازمون فاز استراحت یا تلوژن هستش. توی این مرحله 3 الی 6 ماه طول میکشه و 10 الی 15% موها هم توی این فاز قرار دارن. و اینکه همطور که میبینید مویی که قبلا رشد کرده خب تو حالت استراحت هستش و این مویی که جدید رشد کرده داره این موی قدیمی رو به بیرون پرتش میکنه. آخرین مرحله‌مون هم که قسمتی از مرحله تلوژنمون هست، فاز استراحتمون، فاز استروژن هست که حدود همون 10 الی 15% از مویی که بهتون گفته بودم و مو چی شده دیگه داره حالت ریزش پیدا میکنه. روزانه 50 الی 100 تار مو ما توی این فاز ریزش داریم و طبیعی هستش. حالا ممکنه که اصلا مشتری شما اومده و علت ریزش موهاش از رشد مو و تایم ریزش مو نیستش. یک سری عوامل بهتون میگم که حتما از مشتریتون بپرسید و این علائم رو اگر داشتن براشون خدمات انجام ندید یا اگر انجام میدید حتما ازشون رضایت نامه بگیرید. یک سری عوامل ها مثل هورمونی،
طرف مشکل هورمونی داره یا ژنتیکیه، آندروژنتیک، یا یه سری اصلا بیماری هایی داره مثل کمخونی، مثل بیماری های عفونی، مثل رژیم های نامناسب، زایمان، تیروئید که باعث ریزش موقت یا دائم موها میشه. خب رسیدیم به بخش پایانی. خدایا شکر ای خدا. بخش pH شناسی. ببینید شما برای انجام دادن هر عملیاتی مثل رنگ، دکلره، کراتین باید سطح مو رو قلیایی کنید. قلیایی کردن چیه؟ اسیدی کردن چیه؟ pH اصلا یعنی چی؟ اگه میخوای اینا رو بدونی حتما ویدیو رو تا انتها نگاه کن. میگن خورشید پشتش به ماست. تا حالا میدونستی؟ نه. ببینید pH یک معیاریه برای اندازه‌گیری خاصیت اسیدی و قلیایی بودن ترکیبات شیمیایی من. همه ترکیبات شیمیایی از جانداران، نبات، مایع، جامد همشون یا خاصیت اسیدی دارن یا قلیایی دارن که اگر هم ترکیبی از این دوتا باشه بهش میگیم خنثی. ما برای اندازه‌گیری کردن خاصیت اسیدی یا قلیایی بودن ترکیبات شیمیاییمون میایم از یه سری از کاغذهای نواری pH متر استفاده میکنیم که همونطور توی نمودار میبینید از عدد 0 تا 7 داره خاصیت اسیدی من رو نشون میده و از 7 تا 14 هم خاصیت قلیایی من رو داره نشون میده. حالا موضوع اینه که اصلا چرا توی کار با مواد اینقدر pH برای ما مهمه؟ اولین مورد از نظر سلامتی مو هستش. ببینید وقتی شما میخواید یک مویی رو کراتین کنید، میخواید آقا رنگش کنید، گفتیم اون مو فلسش بسته است و باید شما فلس‌های مو رو بازش کنید. مو رو پس برای اینکه بخوایم فلسش رو باز کنیم باید به سمت قلیایی شدن ببریم. قبل از هر چیزی شما باید بدونید که اصلا خود مو حالت اسیدی داره و اسیدیش هم بین 4.5 تا 5.5 هستش. پس مو حالت اسیدی داره بین 4.5 تا 5.5 هست و وقتی که ما میخوایم یک موی رو کراتین و دکلره بکنیم باید چیکارش کنیم؟ قلیاییش کنیم. پس مویی که قلیایی میشه چی میشه؟ داره کم کم آسیب میبینه. پس اولین مورد از نظر سلامتی مو هست. دومین مورد از نظر کار با مواد حین رنگ و دکلره هستش. ببینید وقتی که شما میخواید یک موی رو رنگ کنید، دکلرش کنید، باید چیکار کنید؟ فلس مو رو بازش کنید. بعد از اینکه شما اینو باز کردید پیگمنت های رنگین مو رو حالا به درونش وارد یا ازش خارج میکنید. پس باید برای انجام دادن هر عملیاتی چیکار کنید؟ فلس مو باز بشه. سومین موردم از نظر ترمیم دکلره هستش. وقتی که شما میخواید یک مویی رو ترمیمش کنید خط مرزش خیلی حساسه. میتونید با استفاده از pH چنجر هایی، موادهای pH چنجر چیکار کنید؟ به خط مرز این موهاتون بزنید که از آسیب دیدن مرز موها و کات شدنش جلوگیری بشه. آخرین موردمونم از نظر اسید تراپی هستش. ببینید همونطور که گفتیم وقتی که ما هر عملیاتی میم انجام میدیم، رنگ و دکلره، اومدیم چیکار کردیم؟ سطح مومون رو قلیایی کردیم و حدود 4 روزم طول میکشه که این فلسای مو بسته بشه. ما بعد از هر عملیاتی مثل رنگ، دکلره و کراتین باید آخر سر چیکار کنیم؟ مو رو دوباره به حالت اسیدی خودش برگردونیم. چجوری؟ با استفاده از مواد اسیدی مثل ماسک موها، مثل فاز دوم پلکس ها و روغن آرگان. وقتی که ما اینا رو با هم دیگه ترکیب کنیم و 5 دقیقه آخر کارمون رو روی مو ماساژ بدیم، موی ما چی میشه؟ به حالت اسیدی خودش برمیگرده و اینکه رنگساژ ما ثبات پیدا میکنه و موندگاری کار کراتینمون هم بالا میبره. خب بچه‌ها امیدوارم که از این مبحث کلی نکته برداری کرده باشید و براتون مفید واقع شده باشه. به مدت مدید خداحافظ. حتما منو ساب کنید، یادتون نره اون زنگوله پایینم فعالش کنید که هر 5 شنبه براتون